بوی خوبت این چیست اسماعیل سامونی کنند دیگه پریزاری کردگیم این ماه شریف رمضان به همه شما مبارکباد میگم مسلمانای روی دنیا. اکای دوست مراد حاجی دوست مراد بسیاریات هم میشناسینشون ماشاءالله بینی خیلی که میبینی سامانی صلاح جامه نشانی تاجیکستان. اوه بچه باور میکنی موی تنم خسته. biz اومدیم یک استودیا همه بچه‌های تاجیکن. زنده باشن. آمد این ماه شریف رمضان به همه شما مبارکباد میگم مسلمانای روی دنیا. این زمان در مسکو قرار داریم در شهرک مسکو در دکان دوست عزیزم قاری صلاح. زنده و سربلند باشید دوست عزیزم. سلامت باشه رحمت کلان که اومدین. زنده باش. ماه شریف رمضان برای هر یک قدم شما مبارک باشه ان شاء الله که چنان که الله سبحانه و تعالی میفرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله میفرماید که در این ماه مبارک نازل شده قرآن بهترین تحفه این قرآن مجید می باشد. برای شما قرآن از ما تحفه. زنده باش. این قرآن هم نجات دنیا و هم نجات آخرت. بله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که تهادوا تحابوا. هدیه کنین بین شما محبت پیدا میشه. یک دوخی دیگه از ما تحفه. خیلی که میبینی سامانی صلاح جامه نشانی تاجیکستان. اوه بچه باور میکنی موی تنم خسته. اینا برادرای عزیز این نشانه که هر نفر میبینه احساس غریبی نمینه. همین نفره که وطنش دوست میداره غروری ملی داره باور که این چیزی که میبینی الکی دیگر خیلی حس میکنی. هزار رحمت اینا خودت وای کردگی ها. پرایز و خدمانای کمپانی خدمانای چیست برای مردم مهاجر و مردم تاجیک. زنده و سربلند باشید. حالی من بوشه در تنم که زدم با البته که شما دا میگم که چه خیلی بود داره. هزار رحمت برادر عزیزم زنده و سربلند باشین. این دو را میتونین هم از تاجیکستان دسترس کنین و هم مسکو و هم شهر سن پترزبورگ. رقمش در پسن میمونه ان شاء الله. مرحمت کن برادرای عزیز. البته که قاری صلاح دوست عزیزی ما سالهای زیاده که در این خدمت خلقن زنده و سربلند باشه. خیلی خرسان شدیم که این طرفش در تاجیکی خمونه اینا. این طرفش در به حضور میخونی کتاب قرآن با زبانی تاجیکی خدمت. زنده و سربلند باش. هزار رحمت برای توفای باور خرسان شدیم برای تو. سلامت باشه که تشریف اومدی طرف ما اومدی. زنده باش برادر عزیز. یک بار مرا نگاه کنین که من یک بار شما نشون بدم اینجا در تمام نمود خوشبویی ها هست. تمام نمود خوشبویی ها در بالا کتابای قرآن همه نمود کتابای قرآن است. و چه خیلی که در اینجا دیده هستین که همه داروهای گیاهی برای البته هم زن و هم مرد و همه نمود ویا هستند. زنده و سربلند باشن. انا مهمون اومدن. سلام علیکم. مرحمت کن دوستای عزیز. انا برادرای عزیز قصه کوتاه اینا بختانم دادیم برای ینگرم کیه که اینا را دست خالی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه زنانش هم است. میگه من دنیای شما بعد از عبادت دو چیز دوست می‌دارم. زن و خوشبویی. زن که داری البته خوشبویی. همه چیزا ما هم همه چیزا دوست می‌داریم. همه زن دوست می‌داریم خوشبویی. اینا برای زنا اینا بهترین تحفه. اینا نشانی تاجیکستان سومای. اینا برادر سومای. میتونید که ان شاء الله که مراجعت کنین هم در تاجیکستان و هم در مسکو و هم شهر سن پترزبورگ یکاترینبورگ در اپسای رقم را میمونیم ان شاء الله. زنده و سربلند باشین مردم سربلند تاجیک. خداوند بزرگ همه تا برای کار بتا پیش کارتون کشوده کنه. هر نیتی نیکی دارین در ماه شریف رمضان برآورده کنه. بله. کسی که تو این ماه شریف رمضان یعنی زنده موندین الحمدلله حالی هم که فرصت هست. بله. السلام علیکم. زنده باشین. دوستای عزیز عین حال در مهمانی ما اکای دوست مراد حاجی دوست مراد بسیاریات هم میشناسینشون ماشاءالله بینی های اما طرفات در خدمت خلق بود. چه جهتی شوخی بوده چه جهتی ترانه ها و دیگه خدمت کار خلاصی گپ الله سبحانه و تعالی که هدایت بده هیچ که گفتی که پا منیت کردن نتونه دنج خور رازه جان خوک دستی ما خوک بچه نقم ختنه پرجان نه پرجان والله سر اصلا بگید خوک يبور جاي ترى بسم الله هنا ماشي ابرز. خب برادرای عزیز در اونجا خوشبویی ها را دیدیم و داروهای گیاهی را دیدیم و خیلی که میدونیم
کارخونه ما هیجوما بسیاری چیزا هستن عزیز جان. یا فیتا باش که اینا برادرها صلاح هیجوما هم شنیدگیم صلاح هیجوما اینو برادرها حجامه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که خیر ما تداویتم به الحجامه، بهترین چیزی که شما دوا میوین این حجامه. ما 2 روز پیش فوتبال بازی کردیم، تراما گرفتیم فوتبال، اومدم صراحتا حجامه گرفتم ای پام وار که تراومش دامو جوش بگیم نوبو چی نشه جای حجامه گرفت جوی هیجوما اینا در جوش اتوماتیکی تراوما نوبود شده الحمدلله. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر سخنی که میگه ای اسمونه میگه، الله میگه و ما ينطق عن الهوى، یعنی یگان چه اسمو سخن میگه این هو الا وحی، هر چیزی که الله برای وحی میته همون رو برای ما میگه. بله بله 100% برادر عزیز من میدونم که ولی همه در همین غریبی تاجیکستان خمونه که برف شب میباره سر آفتاب میکنه آب میشه. ما حاضر اومدیم قدیمه در برف های اینا برادرها برای همین مردمی که کسی که پراستات دارین، خنکی دارین، پیشابتون رو قبیده نمیتونین، ایمونیتتون پسته، تستوسترونتون پسته، پس میتونین که ان بیاین در اینجا هم دکتر داریم. قاری سالا جان اینجا در کسی که نه اینجا هم مسکو ده که اومدی البته بخوای نخوای داری بیا تیاری تمیز ده ببین اینجا در خطر پیش از زنگیری پیش از زنگیری گفتی که تبابت کرد. همه تمام اینا طبیبا هستن، طبیبای تجربه دار هستن، برای شما خدمت میکنن. این ببینید که چقدر جای تازه و پاکیزه و همه چیش اومده عجایب تافکی نگاه که همش با فکر که اخیتای میاری نه اونا اینا پرزوس و قزاند هم داریم قزاند چیرم اخیتای هم میاریم. او بانک‌های وقت‌های سال‌های قدیم ده پدرای ما میگفتن که با شاخ گاو خون میگرفتن، هم خیلی بودن شاخ گاو قطعی. اینا که واسه ببینن که پیشروی عصر 21 ما زندگی داریم. اینا بانکچکای خوش روک یک آدم ده تا زگ یک آدم ده یک بانکا رو میمونن. خب اینا خودش است پرتاب گودم میپرتن هر یک آدم ده یک بار رنگی حاجی چخله که دکترای خمو شپریست یک بار استفاده میبرن تمام. او پرکالا خود بودن کو یا شپریست ده 10 کس استفاده خلاص از زمان پیشروی شده. کسی که در مسکو و شهر سن پترزبورگ قرار داریم پس میتونیم که برای رقم ها رو اکران زنگ بزنیم بیاین حجامه کنیم. ما شما را انتظار هستیم. سلام علیکم. بگو من سر میکنم. نه خوش رو اومد پسند اومد ملایمه که خوش روک. یک چیز دیگه دما هست. بو چی هست؟ تبابت گایمریت. گایمریت. بعضی انسان ها هستن که چشمشون او میروه یا اینکه پیشه چشمشون سرخ میشه. بعضی حالت ها میشه که انسانایی که نماز میخونن وقتی به سجده میرون سرشون در میگیره، پیششون سرخ میشه، چون ناراحت احساس میکنن، تیز گریپ میشه و دردی سرشون زیاده، همونها گایمری دارن. پس میتونن که بیا ان شاء الله توبت بکنن. ما همون گونه توبت داریم با داروهای گیاهی از 3 ساعت تا 5-7 ساعت توبت میکنن ان شاء الله. قاری سالا یک گایمری گفتی یک چی دیگه دردم زد گمروی توبت نمیکنه. برای گمروی هم داروها داریم. اینا دکتر هم هست داشته بیاین لبای صحت ان شاء الله که توبت میکنیم بعد سرتون میته. اینا مردم غریب دیگه چی میخوهید مرحمت کنید در خدمت شما. برادرها دوخی سامانی را دیدین؟ اینا زنانش اینا مردانش چند نموده ایجاده. خلاصه گپ که اینا برادر عزیزی ما قاری سالا اینا تمام خوشبویی رو در اینجا دارن. لیکن با همه چی را دیدم باور نکن غروری میلیم خیست. اینا ببینیم برادرها. انا پرش شما میتونین که در یوتیوب کانالی ما یوتیوب کانالی قاری سالا صلاح حجامه ان شاء الله که میتونین که ببینین. رحمت که آمدین سخن مراد نکردین. چند سالگی که شناسیم الحمدلله. زنده باش. هر کجایی که باشی سلامت باشی. زنده باش دوستی عزیزم خداوند نگهبانت باشه. آمین. چی گفتنیم؟ البته که در خدمتی مردم غریب هستن سالای زیاد و خیلی نوارکای خوب گرفتگیم برای چندین بیماری ها و چندین بیماری ها هست که اکبر با گفتن تو خود نمیگیری. شما تماشا کنید بعد حلاوت بره. اینا تمام اینمود داروها ایربی همش تاجیکستان با پیش انا تاجیکستان دیدین؟ تاجیکستان با پیش. اینا دوستای عزیز اومدیم یک استودیو همه بچه‌های تاجیکن. زنده باشن. چشماشو بی؟ چیشی؟ ماما نبخونی خلاصه اینجا بچه های تاجیک استودیو هم دارن. اینا پیشروی آقای قاری بله اومدیم اینا بود ثبت ناو کلمه انشالله عجیب استودیو ببینیم.
بلندی با پایان میبینی کجا باشه چی خیلی شدی ماسکو رو بینیدی بازم یک فخر مردم توجیک صلاح حجامه بینن که برند خودشا برآورده مخصوص برای ما مردم نه اینکه برای ما توجیکا برای تمام مردمی روی دنیا خوشبویی ها عطرهای خودشا برآورده یعنی که دوخی های خودشا برآورده اینا میبینن که صلاح حجامه سامان اینا برادرها هم مردانش هستن هم زنانش هستن با تمامی نمودی خوشبویی و مقصد که هر یک همین دوخی ها بوی خودشا داره بله بیا بوش این بوشه بوم که خنده یعنی ما خواستیم که مردم نخرن در 300-400 دلار دوخی رو بله همون چیزا با نرخ دستور نکنیم که همه مردم بتونن نرخ دسترس برای ما برای که همه بتونن استفاده کنن زنانش یک بار میشپیم بوشه راست این نشانه بینی کسی که غروری تاجیکی داره غروری ملی داره این نشانه بین اینه بین همین تمامی دوخی های فیرمینی فرقیت داره اینه ما هم میتونیم کن اینه میشیده کن بگونه پرور نشین اینه برادرای عزیز ایش مخصوص برای بانوها ما همین بویه که ما این زمان حس کرده ایستادم کدام نفره که همین بورا بگیره پشیمان نمیشه اینو من توصیه میکنم اینه برادرای عزیز بیاین سامونی انا سامونی در آخرش یک پریز خوب است ака илтимос ҳами шақшақ шумо гара неомадистанд мисол ки тишина бахшиш да кажо ҳами шах кардастен тишина мебиёям рафтем айдом ами кабул як ду се рафтим برای بخوام کنیم се рафтим دوخی سامانی این دوخی مردانه های گوشت به نهایت بوی خوبت این چیز اسماعیل سامانی خودش دیگه پریزاری کردگیم دوخی یعنی ماشاءالله های ببینیم برادر این بلاکیش بدون چیه؟ یعنی ما تاجیکیم تاج داریم این چیز همون تاجش کردگیم درست است تاج قریب 1 کیلو های در حقیقت این آهنی هست بله اینو ببینیم همش کچستای خوب کردگیم تو اینکه مردم یکم نقصان نیاوه این چیز تگو چیگه با مردکی های توصیه من برای تمام جوانان برای تمام مردها کسی که زنگیری یک تا بگیری و پیشی گفتی گفا ینگه بدرو ای همین بوی سامانی کشت یا کشت زنده باش هزار رحمت ایش باشه دوخی زنانه صالحه ایش باشه شیخ صلاح این برای زنهایی که پاکدامن هستن بینیم هایی که ضرورت که شوهر دارن کسی که زن داره بعضنش یک تا زمین بخره و توفه کنه به حد بوش خوبه یکی ایره کسی که در غریبی باشه بخره کن در اینجا بگیم گربی تاجیکستان در اینجا نشانش و این باشه خودش دوخی اینجا بگیم نشان ببینید نشانش در اینجا صالحه اینجا صلاح حجامه پلیزوس و چی بویه داره در اینجا بگیم پولنسیو اینفورماسیشن هستگی در بورش همه نویستگیه چی چیزها که آشیدگی هستن خلاص که دوستان عزیز اینا هم در تاجیکستان هستن هم در مسکو هم سنت پترزبورگ میتونیم که انشاءالله که مراجعت کنیم تا آخر ویدیو رو تماشا کنیم یک تحفه خوب داریم برای انسانانی که کمتر خوب میمونه انشاءالله خب انا یک سوال دیگه خب اینا را در کجا شما آماده میکنید اینا را ما در دوبای اینا برادر در خود دوبای آماده میشن همش درجه عالی داره صفتش رقم 1 نمبر 1 بگیم یکمی توجیه که پریزبوس در خود مونه کردیم تا اینکه مقصد که ای دیگه کسا فرق نمیکنه لوبای کس اگر که کوشش تلاش کنه بله. لوبای ساحده میشه بله تا که ما داچی گبان و کیم خیلی گورو بالا بگیم اینا میشه و اینا ما میتونیم البته که ما میتونیم خلاص که دوستان عزیز
بنهایت خوب. یک چیزی خواستم بگم که Стоп. Ами хуласи гапта. میدونی حاجی چی خواستم؟ خود حاجی ما حاجیم خواستم که به خاطر امی چه سمی توش تو دخیر پریزود کردیم یک انسان را خرسان کنیم از کمیتر خواستم که یک انسان انتخاب کنیم با مکه مکرمه روان کنیم حج عمره بعد از ماه شریف رمضان روانش کنیم اینم بهترین برادران بهترین. условияш просто امیر از توریس کنینه یک کمیتر بنویس کمیتر کدومی که لایک بسیار گرفت به خفگی انتخاب میکنیم ما روان میکنیم کامنتاری کسی لایک بسیار بگیره اینا دوست عزیزی ما قاری صلاح جامعه و خانه خدا روانش میکنه. انشاءالله ما کمیتر هر کدوم شما را میخونیم کسی که انشاءالله که دختر که خریداری میکنه و همچنین یک قسم همینا فایدهش برای کمبیزاتوران میروه خدا نگهبانتون باشه السلام علیکم اینه